سلام دوستای خوبم، من سنی هستم. به کانال من خوش اومدین. با سابسکرایب کردن عضو کانال من بشین و اون زنگوله پایینم بزنین و از تازه ترین ویدیو با خبر بشین. قبل از اینکه این ویدیو رو ببینین میخواستم در مورد ویدیو قرعه کشی که قولش رو بهتون داده بودم امروز میذارم بگم که این ویدیو آماده است، ولی به خاطر یه سری از قوانین یوتیوب این ویدیوی قرعه کشی رو اینجا نمیذارم. ولی نگران نباشید، برید اول این ویدیو رو ببینید، لایک و سابسکرایب و کامنت حتما بذارید. آخر این ویدیو تمام موضوعات رو توضیح دادم. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. این ویدیو همونطور که از تیترش معلومه در مورد پوستای خشک و چرب و مخلوطه. افراد زیادی هستن که دچار خشکی پوستن. علتش هم اینه که وقتی غددهای چربی زیر پوست کمتر ترشح میکنه، پوست خشک میشه. علتهای دیگه هم هست، مثل سرد شدن آب و هوا، نداشتن رطوبت کافی، استفاده از صابونهای قوی یا استفاده از برخی از داروها که میتونه دخیل باشه توی خشک شدن پوست. یا زمانی که آرایشمون رو تمیز میکنیم، چربی طبیعی روی پوستمون رو از بین میبریم. بهترین راهکار اینه که از کرم‌های مرطوب کننده استفاده کنیم، چون مقدار آب سطح خارجی پوست رو زیاد میکنه. راههای دیگه‌ای که میتونیم پوستمون از خشک شدن محافظت بکنیم اینه که آب زیاد بنوشیم. متخصصان هم میگن روزانه باید بین 6 تا 8 تا لیوان آب مصرف کنیم، چون باعث میشه آب مورد نیاز پوست تامین بشه. حالا میریم سراغ پوستای چرب و مخلوط. پوست چرب دقیقاً برعکس پوست خشک عمل میکنه، یعنی غددهای چربی زیر پوست بیشتر از حد ترشح میکنه و باعث چربی زیاد میشه روی پوست. پوستای چرب معمولاً ظاهرشون براق یا کدر و زمخته، یا اغلب اوقات پوستایی که چرب هستن منافذ خیلی درشتی دارن و با جوشهای سرسیاه. علت دیگه‌ای که پوست چرب میشه میتونه مقدار هورمونای بدن باشه. معمولا در دوران بلوغ نوجوان‌ها بیشتری موضوع دیده میشه که پوستشون چربه و جوشهای سرسیاه دارن، که میگن وقتی به مرور زمان سنشون بالاتر میره این پوست به حالت طبیعی یا حالت خشک برمیگرده. اما تو سنهای دیگه‌ای هم این اتفاق رخ میده، مثلا در زمان بارداری یا یائسگی خانوما. به خاطر نبودن تعادل هورمونی فعالیت‌های غددهای چربی پوست زیاد میشه و باعث میشه که چربی زیادتری رو ترشح بکنه. بعضی از افراد هم هستن که پوستای مخلوط دارن که تو بعضی از شرایط پوستشون چربه، بعضی از شرایط پوستشون خشکه، بعضی از مواقع هم پوستشون نرماله. امروز من میخوام دوباره بهتون چند تا محصولی رو معرفی کنم که واقعا ارگانیک و بیو هستن و برای کسایی که پوستای خشک و مخلوط و چربی دارن مورد استفاده است و میتونن از این محصولات استفاده کنن. قبلا هم کرم‌های دور چشش رو بهتون معرفی کرده بودم، محصولات لاورا. امروز هم میخوام کرم مخصوص پوست‌های خشک رو بهتون معرفی کنم که این کرم توش روغن گل سرخ یا روغن گل رز توش استفاده شده، روغن ماکادامیا نوز و هیدرو افکت داره، یعنی صورت رو هیدراته میکنه و 24 ساعت صورت رو مرطوب نگه میداره. و طرز استفادهش هم اینجوریه که 2 بار در روز میزنین، 1 بار صبح 1 بار شب. باید صورتتون کاملا تمیز باشه و به صورت ماساژ یا صورت دورانی روی پوستتون بمالین. بعدش میتونین از همه کرماتون استفاده کنین، هر کرمی که استفاده میکردین میتونین استفاده بکنین. قیمت این کرم 10 یورو و 65 سنت و اینو میتونین از لوازم آرایشی بهداشتی DM تهیه بکنین. کرم دیگه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم این هم یک کرم مرطوب کننده خیلی قوی هستش که این هم از محصولات لاوراست و توش روغن جوجوبا یا همون یویوبا که میشه روغن عناب، که شاید خیلیاتون بدونید روغن عناب سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی هستش که صورت رو هیدراته میکنه و نمیذاره اون رطوبتش رو از دست بده. و ژل آلوورا داره. این هم به همین صورت میتونین صبح و شب استفاده بکنین. صورتتون باید تمیز باشه و زیر کرم پودرتون میتونین هم استفاده بکنین. این هم قیمتش 7 یورو و 65 سنت. این هم میتونین از لوازم آرایشی بهداشتی DM بخرینش. محصول دیگه‌ای که میخوام از لاورا بهتون معرفی کنم مخصوص پوستای چرب و مخلوطه که روش نوشته ماتیغند بالانس کرم، که یه تعادلی رو برقرار میکنه، نمیذاره پوست زیاد خشک بشه، یعنی اون رطوبت رو به پوست میده، و نمیذاره پوست زیاد چربی ترشح بکنه که براق بشه.
و توش روغن گلندولا داره که اونجوری که من تحقیق کردم روغن یه گلیه که بهش میگن گل همیشه بهاری و توش چای سبز داره. طرز استفادهش هم به همین صورته که یک بار صبح یک بار شب میزنین و اینو به صورت ماساژ یا حالت دورانی روی صورتتون میمالین و صورتتون هم باید تمیز باشه. قیمت این کرم هم 7 یورو و 65 سنت. شما میتونید اینو از لوازم آرایشی بهداشتی DM بگیرید که محصولات لاورا رو داره. خب دوستای خوبم، امیدوارم که این ویدیو هم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنین، یادتون نره کانال منو سابسکرایب کنین، نظرات و پیشنهاداتتون رو حتما برای من کامنت کنین. مرسی ازتون، دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خب دوستای خوبم، امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و مورد استفادهتون قرار بگیره. حالا بریم سراغ ویدیو قرعه کشی. همونطور که گفتم ویدیو قرعه کشی به خاطر یه سری از قوانین یوتیوب نمیتونم توی یوتیوب بذارم این ویدیو رو. برای همین این ویدیو رو توی صفحه اینستاگرامم میذارم. لینک صفحه اینستاگرامم همین دوربر رو میبینین، عکسش هم همین دوربر رو میبینین. با همین اسمی که اینجا توی یوتیوب هستم، سانی.پرسین، میتونین توی اینستاگرام دنبال من بگردین. فردا شب یعنی دوشنبه شب تاریخ 18/2/2019 ساعت 6 بعد از ظهر به وقت آلمان این ویدیو رو آپلود میکنم توی صفحه اینستاگرام. در مورد قرعه کشی تمام توضیحات کاملم توی ویدیو دادم. فقط یادتون نره حتما باید منو توی اینستاگرام فالو کنین، به خاطر اینکه فالو نکنین نمیتونین کامنت بذارین و یکی از شرایط شرکت توی قرعه کشی کامنت گذاشتنه. پس حتما توی اینستاگرام منو فالو کنین. فردا دوشنبه 18/2/2019 ساعت 6 بعد از ظهر به وقت آلمان منتظر ویدیو قرعه کشی باشید.